اینجا صحرای ندوشن هستیم پای گله بز سرخ و این هم غذای قرمه. گوشتای تیکه شده رو با دنبه خودش داخل ظرف میریزن و سرخ میکنن بدون هیچ افزودنی. این هم جیگره که به این روش داخل تنور میره و پخته میشه. بعد از 4-5 ساعت که قرمه پخته شد و سرخ شد، سیرابی شکمبر رو میارن تمیز میکنن و قرمه رو داخل اون میریزن. با این روش نگهداری قرمه به مدت حتی 1 سال بدون اینکه فاسد بشه یا خراب بشه داخل این سیرابی باقی میمونه و حفظ میشه و هر زمان که میخوان بخورن یه تیکشو میارن میبرن و گرم میکنن و میخورن. این غذای چوپان‌ها یا شبان‌های قدیم بوده. قرمه داغی که پخته شده رو وارد سیرابی میکنن، میریزن داخل سیرابی و در پایان اون روغن داغ، روغن که در حقیقت دنبه داغی هست که 100 درجه دما داره، میریزن داخل سیرابی و درش میبندن به این خاطری که هوا وارد نشه و عایق میشه و به این ترتیب حفظ میشه برای مدت 1 سال در دمای محیط.